سلام بچه‌ها، خوش اومدید. من امیررضا هستم. خب قبل از که ویدیو شروع شه خواستم تو ادیت بهتون بگم واقعا سابسکرایب برام ریخته، هیچی ویو دیگه نمیتونم بگیرم، ویو هم میگیرم، هیچ کی لایک نمیکنه، ساب نمیکنه. پس خواهش میکنم اگه میتونید حمایت کنید از من این کار رو انجام بدید، خب چون به شدت به این کار نیاز دارم. بریم سر ویدیو بدون حرف دیگه. ما میشه تابیم زیر آبیم همیشه خوابی واسه تو سلام بچه‌ها، خوش اومدید به کانال من امیررضا هستم. امروز میخوام بهتون یاد بدم چطور بدون هیچ اروری به این ماد منیجر نصب کنید. با این ماد منیجر میتونید همین مودایی که میبینید، مود ایدا، لیان، اشلی، لوئیس و خیلی NPC یا دشمن یا هر چیزی که تغییر بازیتون میتونید روش اعمال کنید. بعد باید از سایت نکوس دانلود کنید. به این سراغ نصبش. خب کافیه سرچ بزنید توی سایت نکوس گیمش رزیدنت ایویل 2 ریمیک، میذاریم روی پاپولار آل تایم. نگاه کنید بچه ترجمه کنید بلکه کاملا مطمئن شید همه این مودا، همه این ویدیوهایی که دارید ببینید توی رو تصویر خودم اسکرین گرفتم پس کاملا خیالتون رو راحت کنه. خب بریم آموزش من. خب میاد توی فلافل مود منیجر همونجا میذارید کلیک میکنید روش. خب بعدش میرید تو بخش فایل منوال دانلود رو میذارید، منوال دانلود رو فقط منوال اسم دانلود رو میذارید. خب من چون دانلود کرد بگم بعدش 5 سال بعد صبر کنید یه جا میذارید کلیکیه، اون کلیک میکنید دانلود، بعدش دانلودش میکنید و هر فایلی که خواستید. حالا بعدش من میخوام بهتون یاد بدم چطوری حالا نصبش کنید. خب من تو همین فایلی که ریختم یه فایل زیپه، ببینید روش دوتا یک هوایی میسی، ببینید باش گذاره اکسترکت آل میاد، شما نکستش بزنید خب خودش اکسترکت میشه. باش میرید تو هم فایله کلیک میکنید رو ماد منیجر، حتی ماد منیجر من باز بود. خب الان مثلا یه گیمی انتخاب کنم که بهتون یاد بدم چطوری فایل گیم مورد نظر بهش بدید مکان نصب چیه. این استال فولدر فقط بزنید کجا مثلا این استال شده. خب من مثلا میرم تو فایلم تو یک روش وای سرش یه کلیک سلکت فولدر رو میزنم ببین و واقعا یعنی فولدرتون مثل من اینطوری شه روش سفید بعد جوشه سلکت فولدر بزنید. باش خب دیگه راه نصب بازیتون رو بهشون دادید تمام. اینطوری دیگه شما میتونید روی بازی خودتون ماد منیجر نصب کنید. صبر کنید ببینید ما ماد بریزیم، اما دنبال ماد براتون اینم از ماست. خب سویت فور لیان برای لیان خب دانلودش نکردم، برای همین گفتم از همینجور آموزشتون بده من برم انتخابش کنم. دیگه ساده است ولی بچه من گرد میریزم اشتباهی برای لوئیس دانلودش میکنم اشتباهی. خب حالا چرا من مثلا این فلافل ماد منیجر رو بهتون پیشنهاد دادم؟ بله برای من نمیاره بالا چون روی روی لپتاپ من یه چیزی نصب نمیذاره. خب پس همینو گذاری دانلود هم مثل دانلودی که گفتم سر ماد منیجر اینجا بزنید بکشیدش بالا. خب این 1 ثانیه 5 ثانیه که گفتم اینجا یه 2 کلیکیه بزنید تمام و قبلش وایس اینجا میاد همون 3 نقطه رو میزنید. خب دوباره برید توی فایل فلافل ماد منیجر تو که از زیپ درش آوردید، نه اونی که تو زیپ بوده. خب روش کلیک کنید. خب پوشه گیم و اینجا گیماتون هستش. خب چه گیمایی مثلا راه نصبش رو دادید. خب الان کار با رزیدنت ایویل 4 یا اول فصل 1 و 23 اون یکی آر ای تو 141 این موسیقی یا چی بگم نشد آخ کمر بچه براتون به کلی خیلی سختی ویدیو میذارم پس خوش میکنم ساب خب واقعا ساب ویو هم ریخته ساب ریخته نزدیک کلی ویدیو به درد بخور میزن و بخاطر که بچه ساب کلا ساب بکنه نیازتون دارم خیلی وحشیانه. خب چون بخوام یکی از بهترین کانال رزیدنت میشم اینا میفهمیم من اشتباهی برای لوئیس دانلود کردم. بچه مرسی که این ویدیو دیدید تا یه ویدیو دیگه خداحافظ.